سلام و وقت بخیر. اگه میخواین بدونید که یک رابطه درست چجوری با باور غلط نیازمند بودن به عشق از بین میره، لطفاً این ویدیو رو تا آخرش نگاه کنید. همه ما میدونیم وقتی عاشق میشیم دنیا زیباتر، مناظر دیدنی‌تر و آهنگ‌ها شنیدنی‌ترن. که یک شب فکر تو منو راحت بذاره. اما در این بین یک سری آدم هستند که باورشون اینه که توجه زیادی باید از طرف پارتنرشون به اونها بشه و اگه این توجه رو نداشته باشن اونها سرخورده و افسرده میشن. تو حالت افراطی تر این افراد تملک طلب و بسیار حسودن. اینا گفتم از کجا آوردی مگه کری؟ از جهنم آوردم، از درک آوردم. خدای من برای چی باید اینقدر توضیح بدم؟ خسته شدم. این باور غلط باعث میشه که طرف رفتارهای نابالغانه‌ای از خودش بروز بده که برای پارتنرها هم قابل تحمل نیست و معمولاً اونها رو ترک میکنن. همچنین یک سری باور و جملات نیز تو ذهنشون همیشه تکرار میشه. مثل چی؟ مثل این که من باید رابطه‌مو تا آخر عمر یا تا ابد نگه دارم. اولا که ما خودمونم ابدی نیستیم. ثانیاً خیلی از آدم‌ها بعد 10-15 سال متوجه میشن که برای هم ساخته نشدن و جدا میشن و همچنین میگن که ما بدون عشقمون بی‌معناییم. ما با کارها و ارزش‌های درونیمون معنا پیدا میکنیم، نه با آدمی که کنارمون راه میره. پس بنابراین آدمی که ارزش خودش رو به توجه دیگران گره میزنه در اصل خودش رو بی ارزش میکنه. هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را موقوف نیست که انجام کار چیست.